فیلمی حیات تلخ. چی باشه؟ زنک؟ زنک یک عمرم نیت. Assalomu alaykum, bia opajon. Va alaykum salom. شومدی بیا خونه بدرو. نه وقتم کم اینجا گپ میزنیم. چی گپ شد؟ چی گپ شد اپا؟ چی فکر کردی؟ میدونی اپا من خیلی فکر کردم. آخه ما 3 تا فرزند داریم چی میشه ای اپا؟ 3 فرزند داری چی خیل میشوه؟ یگم خیل نمیشوه. جواب شته رود دف شوه. ناوشه یفتگین دودار جون. ناوشه. کنی زنی مایمونود. این زنی تو ای اول مخبول مبود. باید همون وقت ساعت دفش میکدی. فهمیدی جونی اپا؟ ایرود که زنتا؟ زنک؟ او زنک؟ لابای مردک؟ السلام آمدین اپا جون؟ اومد اپا جونت نو فهمیدی؟ اومدی؟ نو فهمیدی اوزی پتر؟ بخشش نفهمیدم مرحمت کنین دارین؟ نمیزگرم گودک تگیر پیش ما بیو تنجی اپا جون؟ گودک تگیر پیش ما بیو افتیستم راو تست که نگاه کدن ایستو گودک تگیر ایجا بیو خلوصا یک خلوصا بازی میگیری دفش میکنی من وقت زیادتی ندارم یک کودک گرفتن همین قه وقت میگیره تنجی اپا جون؟ تنجی جونی اپا پوش پوپ شده آی در بیرون برو مردک جون میفهمونی در چی گپای؟ چی چیزی میگه همین گپی اپا ما گوش کن. پوش پوپ شده؟ آخه اپا جون ما جوی رفتن ندارم مردک جون یگون چی گوین؟ ما کجا میرم بای کودکم؟ اپا جون مرا گب نشونته پوش پوپ شده؟ آخه اپا جون ما جوی رفتن ندارم بای کودکم کجا میرم؟ پوش برای تو دایی خونه جون است دیگه از دف شا فسکت کدره ندار پای رفتت شوا ما دادنی جونی اپا دیدی باید کو ایرم ساری وقت دفش میکده ناوشه میوریم های بیا که خونه بدرو اپا. بعد از 30 سال رجب بچم همه مهمونای دعوت کردین هیچ کس نمون آچه جون به تشویش هدا میره که گفتین همش از زنگ زدم بوده دعوت کردم هم کورساتون هم کاروتون هم دعوت نمای هم خریش گفتی همون گپا بردم همش دادم موچه جونی ما که خودش فرصت نیافت که بروی در شما را بیاید من فرزندش مرحمت روزی توی یکه شمسیون در طرف خونه انتظارتون نمید آفرین بچم آفرین شمس از کدو چند نفر دعوت کردین؟ 80 نفر با بچم بینین که یگون کم بودی نشود توی با خرسندی گذرونه مایده بچم برکت زندگی همه مهمونای خونه مو خرسند روند فهمو این میمورم در هر دو ترخی جانو می بچه ها میدونین چی؟ همون خمی فرم و ده همی توی مایده کرده رقص کنم پیشی همی عروسم رقص بازی کنم خرسندی کنم همین رقص یاد کردم که خدا با شکر که خداوندم هم با همین روزا رسوند هم خیلی بچه ها همش میشه میگن که همه آدمیزاد وقتی که صبر میکنه طاقت میکنه و همه چی میرسه ببینین اوچه 5-10 سال پیش چقدر مثال عصب چقدر مثال مشقت بود بخونگی بود اجاره شینی بود اوچه جان مثال شرایط زندگی ما خوب نبود نه که انشالله که با خواست خداوند امروز
مثال اکامون هم صاحبی زن، صاحبی خونه، صاحبی ماشین، همه چی میشیده. بله بچم. ما دوچه جان یک کارم هم بپرسی شما کردم دوچه 1000 ببخشیش. چیکار باشه؟ دوچه جان که خیلی مقصد پدرم خوبه گنده کی؟ پدرمون میشه. رقمشون یافتم زنگ زدم. فرزندتون توی داره. الان طرف خونه ده. صد مرحمت بیایین. ما یگان خفه نیستیم. ما اخیرت یگان زیغ نیستیم. بیا در روزای سختی مونده نبودی. روزای پستی مونده نبودی. روزای عذاب میکشیدگی مونده هم نبودی. این روزی خرسندی مونده همچون پدر بیار سال در توی مون اشتراک گپ شما زدم. این چونین اما هم زنگ زدم. هر یک تشا زنگ زده خبر کردم که توی یکی شمس های. مرحمت بیایین. ما شما زیر نیستیم. ما شما خفه نیستیم. چیزی که بد در گذشته برالم. بخشیش او چرا؟ چند کاری نقص کرد؟ وظیفه آدم و آدمگری تا اجرا کرد. این اما بالای خرسندی با خرسندی او چرا؟ اما ای علی سبانو زنگ زده سای فکر میکنی با یکی شمس یک خریدنی بردار بچه. لابه اما شما دختر شونه نه؟ بله من راجع بله هم چی؟ ای اوخی ما این رفتم اما دیدم خبر کردم. خداوند رحمت و مغفرتش کنه. همدردی من قبول کنید. اگر نماز پیشینده قبول حتما اکای شمس و چما میگیرم. تنجای بچم. یک روچه جون میگن مرگ حقای. اما حدیثه بانو صدمه کرده ای؟ خدا رحمت مغفرتش کنه. ایدنی دار گذشته باشه. خدا رحمت مغفرت کنه. اگر نماز پیشینده اوچه جمع زد اگر فکر میکنم که اوچه برای ما را نزدیک نمیساق میشود. دیگر اگر پگه بران اشتراک کنم خوب میشود که یکی شمس شما ما خدم یک روز میشه که بریم در همین روزی مصیبت چون اشتراک کنیم در بر شما میشه. بچم این امای تو چه خیلی جان به حق سپاریده باشه. زنده بودنش یک طرف است بچم کو حتی در مردش اشتراک کردن نمیخوام بچم. برای تو در این خونه جا نیست دیگر. تیز دفشا فسکت پدره ندار. و عذابایی که آمد مرا داد هیچ از روی دلم نمیره بچم. سه کودک خورده در چیله زمستان ای در خانه بیرون کرد. شوهر مای دستم کشید گرفت. خانه و در مای دست گرفت. چه عذابایی که من کشیدم. گشنه موندم، تشنه موندم، بی لباس موندم، در به در مردم رفتم. تنهایی ینگه و خش تبارای کشیدم. تنهایی همسایه های کشیدم. تمام پستی بلندی و رخت و شکست زندگی بچم در این قصال دیدم. نه که قامت من خم نکردم بچم. خدا با شکر این شما قبول کردم. لیکن این درد این عذاب هیچ دلم نمیره بچم. این درد من خودم میدانم و خدای بالای سرم.
бачаам кадомит ки мехоҳем равем. Ман намехоҳам иштирок кардан. Ман намехоҳам рафтан. چجا باید همه وقت برای یکدیگر باشیم. Ман намерам. بچه جان شما نرین ما هم نمیریم. چی گفتی دودر جان؟ اوچه جانی من میفهم شما را. من درک میکنم اوچه جان شما را. من ای درد دل شما اوچه جان آگاهم. 100% من میدونم که همین قدر روز سیاهی که ما ای سر گذراندیم تا این روز اوچه جان، همین قدر پستی هایی را که ما دیدیم اوچه جان، همین قدر سختی هایی را که ما دیدیم اوچه جان، من میدونم که همش را کی کرد امام کرد اوچه. به خانه و در ما را کی کرد امام کرد. ای پدر ما را جدا کرد امام کرد. روزی ما را سیاه کرد امام کرد اوچه. نیکی ما اوچه جان رنگ امام نمیشه. هرچند امام همین قدر روزای سیاه ها، همین قدر روزای سختی را به سر ما آورد اوچه، نیکی ما با مثل امام نمیشه اوچه. ما بد نمیکنیم اوچه و بد کردن. ما همه چی را اوچه جان فراموش میکنیم. هرچند در حق ما همین قدر کارای بد کرد، ما همه ای را فراموش کرده اوچه جان. در این روزی سختشون میریم، در برشون راست میستیم، کمکشون میکنیم، همدردیشون میکنیم. در روزی مصیبتشون اوچه جان در برشون راست میستیم. رجب علی ایبرانی